اومدم بهت ایمپراتیو خیلی سریع و تند یاد بدم و برم. ایمپراتیو میشه جمله های امری، یعنی دستور میدیم. دوست داری دستور بدی؟ پس گوش بده. ما یه سری ضمایر داریم. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie. کجاها میتونیم دستور بدیم؟ اونجایی که طرف مقابل دقیقا روبرومونه، دیرکته. خب پس فقط du, ihr و این زی بزرگه. اوکی؟ حالا فوق‌العاده هم راحت عاشقش میشی. ابتدا شروع میکنیم با دو. بیایم برای دو چند تا فعل صرف کنیم. Du gehst, du kommst, du hörst, du schreibst, du spielst. تا اینجا. حالا برای اینکه جملت دستوری بشه چی کار میکنی؟ میای این دو رو خط میزنی و این شناسه استشو. خیلی راحته. میگی چی؟ میگی hör, komm, geh, spiel, schreib. تموم. حالا یه جمله امری داری. ihr. همین کار رو دوباره با ihr میکنیم. ihr kommt, ihr hört, ihr spielt, ihr geht. اوکی؟ برای ihr کافیه فقط ihr رو خط بزنی و بیاریش اول جمله. ein Beispiel kommt, hört, geht, spielt و تمام. حالا بیایم با هم زی رو بررسی کنیم. زی از همشون راحت تره. بیاین دوباره عوض صرفش کنیم. Sie kommen, sie gehen, sie spielen, sie warten. خیلی راحته. اینجا هیچی لازم نیست حذف کنی، فقط جا به جاش میکنی. kommen sie, gehen sie, warten sie, spielen sie, schwimmen sie. تمام. این آموزش دوست داشتی؟ بازم از این